26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни корҳо дар нақбҳои обрасони рақами 1 ва 2 нерӯгоҳи барқии обии Роғун шинос шуданд. корҳои нақбканӣ ва устуворсозии обрасонҳо дар ҳоли анҷомёбӣ буда, семенрезии мустаҳкамкунанда ҷараён дорад. барои насби оҳанфилизот ва бетонхобунии дохили обрасонҳо лӯлаҳои филизӣ ки қутрашон 7 метрро дар бар мегирад омода карда мешаванд. то ин вақт дар қисмати поёнии обрасони агрегати рақами 4 бо дарозии 64 метр ва дар қисмати поёнии обрасони агрегати рақами 3 бошад бо дарозии 16.2 метр лӯлаҳои филизӣ насб карда шудаанд. یکی از وظایف مهمی که برای خودمون در نظر گرفتیم به خاطر همزبانی، به خاطر فرهنگ مشترک، به خاطر احساس دوستی و برادری که بین ما بود این بود که همه کسایی که با ما کار میکنن رو آموزش بدیم، از نظر تخصصی رشد کنن، تجربه بیاموزن در کنار ما برای اینکه آماده بشن برای کارهای سخت و پیچیده. این اتفاق افتاده و طی سالهای گذشته تعداد زیادی از متخصصین تاجیکستان در پروژه های شرکت ما در کشورهای دیگه مشغول کار شدن. در حال حاضر در ارمنستان و در قزاقستان 10 نفر از همین متخصصین مشغول به کار هستند. کارهای مهم و مهندسی دارن انجام میدن و البته ما برنامه داریم که این آموزش ها همونطوری که جناب عالی دستور دادن ادامه پیدا کنه و ما هر چقدر بیشتر از متخصصین تاجیک که بسیار با استعداد هم هستند، بسیار تجربه آموختن در پروژه راغون در کشورهای دیگه استفاده کنیم. پروژه راغون یکی از پیچیده ترین، سخت ترین، دشوارترین پروژه های حوزه سد و نیروگاه برقابی در دنیاست. بلندترین سد دنیاست. نیروگاه زیرزمینی است. تونل‌های بسیار پیچیده‌ای داره، سازهای بسیار عظیمی داره. تمام علم مهندسی از هر زاویه‌ای در پروژه راغون وجود داره. یکی از معجزاتی که کشور تاجیکستان به ریاست جمهوری جناب عالی آقای امامعلی رحمان موفق شده این پروژه عظیم و پیچیده را اولا شروع کنه و دوما به اینجا برسونه. جایی که ما الان هستیم، سال 2010 که ما وارد شدیم و کار شروع کردیم، برای کمتر کسی قابل تصور بود، باور کردنی نبود، ولی همونطوری که میبینید پروژه بخش‌های اولش در حال کار هست و به نظر من از اینجا به بعد کار اگرچه حجمش زیاده اما آسان‌تره و حتما به خوبی به اتمام خواهد رسید. امروز کارگران و متخصصان نیروگاه برقی آبی راغون با درک اهمیت این انشاءات انرژتیکی کشور برای آینده درخشان دستور سپارش‌های سرور دولت را سرمشق فعالیت نموده با نیروی سازنده همروزه به نتیجه‌های بلند نائل می‌شوند. رو برای آب قبول‌کننده دائمی اگریگات 1 و 2 قرار داریم. نبض مذکور از طرف شرکت لویحه‌کش افری طرح‌ریزی شده. طبق لایحه در روزی نقد 221 متر رو تشکیل میکند که قطر آن 8 متر می باشد. تا این زمان کارهای نقب‌کنی و حفاری 90% کارها اجرا شده است که این حجم 10984 متر کوبی را تشکیل میکند. حجم پوشیدن محلول‌های بتونی، خواباندن بتون اولین درجه با پروژه انجام شده است. نقب آب قبول‌کننده دائمی این برای با آب تامین کردن اگریگات 1 وظیفه اجرا میکند. در نقب‌های مذکور کارهای حفاری با پروژه انجام شده اند. لنگرمانی با پروژه انجام شده، بتون‌ریزی اولین درجه که کاملا تمام شده. ما کارمندان نیروگاه برقی راغون شب و روزی زحمت میکشیم که هر چه زودتر اگریگات 3 نیروگاه را به کار اندازیم. با حیث پرمگر در اینجا کار میکنم، معاشو سری وقت میگیریم. شکرانه استقلالیت، شکرانه پیشوای ملت میگیم که در چنین انشاءاتی بزرگی عصر کار میکنیم. حالت واقعی کارهای ساختمانی نشان می‌دهد که بنیادگران این انشاءات تقدیرساز ملت با احساس بلندی وطن‌دوستی زحمت کشیده هدف یکدلانه برای هر چیز زود به انجام رسانیدن ساختمان روانه کرده شده است. نقب‌های آبرسان که در مجموع 6 عدد میباشند از انشاءات اساسی تحت فشار بلند قرار داشته در نیروگاه به حساب میروند. یعنی توسط همین نقب‌ها آب تا چرخه‌های نیروگاه انتقال می‌یابند. با نظرداشت همین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولین دخلدار ساحه انرژتیک کشور و کارگران و متخصصان را جهت مطابق با طلبات بین المللی با صفت به اجرا رسانیدن ساختمان وظیفه‌دار نمودند. ضمن بازدید از نیروگاه برقی آبی راغون سرور دولت محترم امامعلی رحمان را سروزیر کشور قاهر رسولزاده و راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار همراهی نمودند.